با سلام و عرض ادب مجدد خدمت شما همراهان کانال پروترید. من محمد هستم و با یک تحلیل دیگه از ارز دیجیتال بیت کوین در خدمت شما هستم. خب دوستان، همونطور که در ویدیوهای قبلی اشاره شد و هشدارش رو داده بودیم، بازار شروع به یک گام اصلاحی به سمت پایین کرده. اگه ویدیوهای قبل رو دیده باشین، ما انتظار یک همچین روندی رو پیش بینی کرده بودیم، کاملا گام به گام با هم تا اینجا پیش اومد. اما چیزی که از بیت کوین انتظار دارم رسیدن به محدوده اوردر بلاکی است که در قیمت 118,000 تا 120,000 دلار مشخص کرده بودیم و علاوه بر این اوردر بلاک یک محدوده PRZ برای یک الگوی هارمونیک دیپ کرپ هم هست. الگوی هارمونیکمون هم به این صورت میتونید برای خودتون رسم کنید. محدودش در همین 118,000 دلار قرار داره که هم پوشان است با این اوردر بلاکی که از قبل اینجا وجود داشت. اوردر بلاک محدوده 120,000 دلار بهش یک واکنش نسبی قیمت نشون داد و کمی قیمت رو سمت بالا برگردوند، اما همچنان من انتظار دارم که محدوده 118,000 دلار تاچ بشه. یک اوردر بلاک هم در محدوده 125,000 تا 124,400 تا 125,000 دلار وجود داره. قیمت میتونه بین این دوتا محدوده فعلا درگیر بشه و بازی کنه. امیدواریم که بازار وارد فاز رنج بین این دوتا محدوده نشه که بسیار حوصله سربر میشه و خب برای تریدرها خب خیلی خسته کننده است. اما انتظاری که من دارم اینه که بازار کمی در این محدوده درجا بزنه و مجدد یک گام دیگه به سمت پایین برداره و توی اون گامی که به سمت پایین برمیداره احتمالا ما یک واگرایی هم در بازار همراهش خواهیم داشت. اگر نگاهی هم به مکدی بندازیم، تا این لحظه فعلا واگرایی خاصی روی قیمت بیت کوین دیده نمیشه در این اصلاحی که انجام شده، اما به هر صورت به نظر میرسه با یک کف جدید این واگرایی هم در تایم یک ساعته برای ما محقق بشه. اگر نگاهی هم به نماد تتر بندازیم، پس از شکست این الگوی اندینگ ما در ویدیوهای قبلی هم اشاره کردیم و گفتم که انتظار ندارم بازار شارپ به سمت بالا برگرده و انتظار ما هم همین گام کارکشنی بود که داره به سمت بالا برمیداره. یک محدوده اوردر بلاک هم برای نماد تتر در محدوده 53 4.53% الی 4.56% وجود داره. انتظار دارم که نماد تتر هم خودشو کم کم به این محدوده نزدیک کنه و خب نزدیک شدن نماد تتر به این محدوده که میتونه منطقه برگشتی باشه برای قیمت بیت کوین، همونطور میتونه قیمت رو به 118,000 دلار برسونه. و اگر بر روی نقشه حرارتی هم که در ویدیوی قبل بررسی کردیم بهتون گفتم که بازار دوست داره به سمت 120,000 تا 118,000 دلار حرکت کنه و میبینید که کاملا اومد این محدوده رو تاچ کرد و یک نقدینگی هم الان در محدوده 122,000 دلار تقریبا تشکیل شده. انتظار من این نیست که الان قیمت برگرده به سمت بالا. انتظار من اینه که فعلا بتونیم یک گام دیگه به سمت پایین و محدوده 118,000 دلار برداریم. دو آلت کوینی هم که در ویدیوهای قبل معرفی کردم، دوستانی که دیدن ویدیو رو و پیگیری کردن، یکی نماد تاو بود که این رو بررسی کردیم، گفتیم داره به محدوده اوردر بلاک خودش نزدیک میشه. همچنین یک الگوی هارمونیک بت رو هم بر روی این نماد ما داشتیم و از همون محدوده قیمت به سمت بالا برگشته میشد روش یک معامله خوبی رو باز کرد. نماد دیگه ای که در ویدیو قبل بررسی شده بود نماد لایت کوین بود. این هم بررسی کردیم با هم.
در یک گام اصلاحی و کارکشن در کانال نزولی خودش داشت به سمت پایین حرکت میکرد، الگوی باترفلای هم داشت و تونست قیمت این ارز رو به سمت بالا هدایت کنه. کسانی که ویدئوی قبلی رو دیدن قطعا تونستن از این معامله هم استفاده بکنن. خب فعلا اتفاق دیگه ای در بازار نمیمونه. فعلا انتظار ما همین هست که بیت کوین یک گام دیگه به سمت پایین برداره و این گام به سمت پایین برداشتنش همراه بشه با یک واگرایی و یک آردی مثبت تا تحلیل های بعدی بتونیم پوزیشن لانگ رو بتونیم براش بگیریم. فعلا دید ما صعودی هست، هنوز دید ما صعودی هست و به نظر میرسه که در اصلاحی موج یک بزرگمون قرار داریم. این گامی که داره به سمت پایین برداشته میشه به نظر میرسه که اصلاحی موج بزرگ ما هست و میتونه در اشل بزرگتر موج دوی بزرگ ما باشه. خب امیدوارم که این تحلیل براتون مفید واقع شده باشه. بازار در روز جمعه فکر نمی کنم اتفاق خاصی براش بیفته، هرچند آخرین روز هفته است و هنوز بازارها تعطیل نشده و احتمال میدم بازار از هفته دیگه بخواد یک حرکتی هم اگه توش اتفاق بیفته برای هفته دیگه باشه. هرچند روز جمعه رو هم حتما باید حواستون به چارت باشه که اگر قیمت به این محدوده های 118,000 دلار رسید ببینیم واکنشش در اون محدوده چطور است. اگر این ویدیو براتون مفید بود و تحلیل ها استفاده کردین حتما کانال رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین، در صورت تمایل ما رو هم به دوستانتون معرفی کنین و انرژی که شما به ما میدین باعث دلگرمی ما و قوت قلب ماست که بتونیم ویدیوهای بهتر با کیفیت تر با تحلیل های بهتر به شما ارائه بدیم. پیروز و موفق باشید.